یک روز فهمیدم که خسته‌ام، نه از کار، نه از آدم‌ها، از خودم، از خودی که سالها نقش بازی کرده بود، خودی که شبیه صدای دیگران نفس می‌کشید، نه شبیه من. سالها فکر می‌کردم اگر مثل بقیه حرف بزنم، مثل بقیه لباس بپوشم، مثل بقیه رویاهایشان را دنبال کنم، دوست داشتنی تر می‌شوم. اما حقیقت این است که انسان وقتی خود واقعیش را جا می‌گذارد، روحش آرام آرام خاموش می شود. ساکت، بی صدا، بدون فریاد. مثل شمعی که آهسته تمام می شود و هیچ کس نمی فهمد چرا دیگر نور ندارد. من به نقطه‌ای رسیدم، جایی که دیگر توان ادا کردن نقش‌های همیشگی را نداشتم. نه برای قهرمان بودن، نه برای بی‌نقص دیده شدن و نه برای خوشایند دیگران زندگی کردن. در آن لحظه نه اتفاق بزرگی افتاد، نه کسی چیزی گفت، فقط من با خودم روبرو شدم. فهمیدم که هر بار خودم را پنهان کردم بخشی از من مرد و هر بار برای جلب توجه کسی تغییر کردم یک قدم از خانه درونم دور شدم. تصمیم گرفتم برگردم، نه به گذشته، به خود واقعیم، به همان من بی‌ریا، خام، ساده و حقیقی. نه گفتن را یاد گرفتم، ایستادن پای صدای درون را، نترسیدن از اینکه همه متوجه نشوند، همه موافق نباشند، همه تشویق نکنند. و اتفاقی افتاد که هیچ وقت انتظارش را نداشتم. آرام شدم، آرامشی که شبیه هیچ چیز نیست، آرامشی که وقتی نفس میکشی حس میکنی آسمان کمی بزرگتر میشود. از آن روز فهمیدم ارزشمندترین رابطه با خود است. عمیق‌ترین صداقت با خود است. زیباترین زندگی در هماهنگی با حقیقت درون است. و فهمیدم آدمی وقتی خودش می شود نور پیدا می کند. نه نوری که دیگران ببینند و تحسین کنند. نوری که خودش در آن نفس می کشد و در آن آزاد می شود.